در نخست سرخط چند خبر مهم از افغانستان. کشته و زخمی شدن نزدیک به 300 غیر نظامی در یک ماه گذشته در حملات انفجاری در کابل. جبهه مقاومت ملی از 2 به 12 ولایت گسترش یافت. و ادامه درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در اندرابها و پنجشیر. مشروع خبرها. مسئول کمیته روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در مقاله در مجله فارن آفرز میگوید این جبهه بخش از مبارزه گسترده برای امنیت و ارزش‌های جهانی است، اما هیچ کشور از آن حمایت مادی نکرده است. علی میثم نظری افزوده که جبهه مقاومت برای جنگ متعارف علیه طالبان به حمایت جهانی نیاز دارد. آقای نظری میگوید در شرایطی که طالبان به ارزش میلیون‌ها دلار از تجهیزات نظامی ایالات متحده و ناتو سود بردند، این جبهه مجبور بوده به منابع خود متکی باشد. آقای نظری در این مقاله گفته است که جبهه مقاومت بدون کمک هیچ کشور توانسته است نیروهای طالبان را خسته کند. منابع مانند انبارهای سلاح و مهمات را به دست آورد و جبهه‌های جدید علیه طالبان ایجاد کند و این طریق شایستگی پرسنل نظامی خود را به نمایش بگذارد. مسئول کمیته روابط خارجی جبهه مقاومت تاکید کرده است که نیروهای مقاومت عملیات جنگی خود را از 2 به 12 ولایت گسترش دادند و اکنون این جبهه به طور فعال در 6 ولایت علیه طالبان می جنگد. آقای نظری با اشاره به این که جبهه مقاومت ملی از ماه عمل سال جاری عملیات خود را در 12 ولایت گسترش داده میگوید که آنان موفق شدند پایگاه‌های دائمی را در ولسوالی‌های سراسر شمال افغانستان ایجاد کند و حتی عملیات را علیه مواضع طالبان در ولایت ننگرهار انجام داده است. او در ادامه گفته است که جبهه مقاومت برای مقابله با طالبان نیاز به حمایت جامعه بین المللی دارد. آقای نظری با اشاره به این که مخاطرات درگیری‌های جاری بیشتر از مخاطرات یک جنگ داخلی است گفت که طالبان به گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی اجازه داده است تا در افغانستان پایگاه ایجاد کنند. به گفته او هزاران جنگجوی خارجی از خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در سراسر افغانستان تحت حمایت طالبان زندگی می کنند. او افزوده که این ستیزجویان با سلاح‌ها و تجهیزات نظامی به جامانده ناتو و امریکا در افغانستان مسلح شدند و نه تنها ثبات افغانستان بلکه ثبات منطقه را تهدید می کند. تمدید معافیت ممنوعیت سفر مقامات طالبان در شورای امنیت جنجال برانگیز شد. تمدید معافیت سفر برای 13 تن از مقامات طالبان در شورای امنیت سازمان ملل جنجال برانگیز شده است. آماندا پرایس خبرنگار شبکه الجزیره در توییتی به نقل از دیپلمات‌های شورای امنیت نوشته است پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید معافیت‌های ممنوعیت سفر 13 تن از مقامات طالبان برای 90 روز امروز توسط بریتانیا، فرانسه، آلبانی و ایرلند رد شد. پرایس می‌افزاید پیشنهاد ایالات متحده برای تمدید معافیت ممنوعیت سفر 6 مقام دیگر طالبان فقط برای سفر به قطر توسط چین و روسیه رد شد. پیشنهاد تمدید معافیت از ممنوعیت سفر 13 تن از مقامات طالبان از سوی روسیه و چین فقط محدود به کشورهای منطقه به شمول چین و روسیه می باشد. معافیت ممنوعیت سفر طالبان روز جمعه به پایان رسید. پیش از این نیز شورای امنیت سازمان ملل 2 تن از مقامات دیگر طالبان را از لیست سیاه تمدید معافیت ممنوعیت سفر بیرون کرده بود. افغانستان به بزرگترین آزمایشگاه تولید مواد مخدر تبدیل شده است. رئیس بخش تهدیدات و چالش‌های جدید وزارت خارجه روسیه میگوید حجم تولید مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با سال 2001 تقریباً 40 برابر بیشتر شده است. ولادیمیر میگوید افغانستان به بزرگترین آزمایشگاه تولید مواد مخدر شیشه تبدیل شده و چشمانداز کشت جاگزین بعید به نظر می رسد. او از سازمان ملل خواسته که
کشورهای منطقه را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان بیش از پیش حمایت کند. به گفته او در شرایط دشواری که افغانستان در آن قرار دارد، کشت مواد مخدر تقریباً به عنوان تنها منبع درآمد برای مردم افغانستان باقی مانده و با توجه به خشکسالی و کمبود کود، چشمانداز جاگزین کشت مواد مخدر با سایر محصولات کشاورزی قانونی ناامید کننده به نظر می رسد. معاون والی خودخوانده طالبان در ولایت پکتیا میگوید امان الله خان بزرگترین دشمن افغانستان بود. عزیز رحمان منصور، معاون والی خودخوانده گروه طالبان برای پکتیا، در جریان سخنرانی در مراسم تجلیل از 130مین سالروز استرداد استقلال افغانستان در این ولایت میگوید که امان الله خان بزرگترین دشمن افغانستان بود و به گفته او امان الله خان بیدینی را به کشور آورده است. این معاون والی خودخوانده پکتیا امان الله خان را یک شخص دروغگو و مسئول وضعیت کنونی افغانستان دانسته است. طالبان در چندین ولایت افغانستان برای جشن استقلال افغانستان رژه نظامی برآن انداختند و یک بار دیگر سلاح‌های سبک سنگین به جا مانده از حکومت پیشین را به مخاطبانشان به نمایش کشیدند. این معاون والی خودخوانده پکتیا امان الله خان را یک شخص دروغگو و مسئول وضعیت کنونی افغانستان دانسته است. طالبان در چندین ولایت افغانستان برای جشن استقلال افغانستان رژه نظامی برآن انداختند و یک بار دیگر سلاح‌های سبک سنگین به جا مانده از حکومت پیشین را به مخاطبانشان به نمایش کشیدند. 10 طالب در اندراب از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شدند. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه کمین نیروهای جبهه مقاومت ملی در اندرابها این ولایت 10 جنگجوی طالب کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. درگیری میان نیروهای دو طرف در روستای تاغانک ولسوالی پل حصار اندراب رخ داده است. به گفته منابع این درگیری چندین ساعت دوام کرده است. در همین حال منابع در تخار نیز از وقوع درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در این ولایت خبر دادند. بر اساس اطلاعات این منابع درگیری در روستای گندق قشلاق و ولسوالی رستاق رخ داده و در نتیجه آن قاری سبقت عضو استخبارات طالبان برای این ولسوالی کشته شده است. از سوی دیگر طالبان اعلام کردند که 3 عضو جبهه مقاومت ملی در ولسوالی راغستان بدخشان در درگیری با آنان کشته شدند. اخیراً میزان درگیری ها میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در ساحات مختلف چندین ولایت افزایش یافته است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در یک نشست خبری گفت که 20 سال جنگ در افغانستان این کشور را متلاشی و آینده یک نسل را نابود کرده است. او افزوده است در جریان 2 دهه گذشته 174,000 نفر از جمله بیش از 30,000 غیر نظامی افغان کشته و 10 میلیون نفر دیگر پناهنده شدند. سمجهش تماشا 24